این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. و ما محمد الا رسول. صدق الله العظیم. قبلا بیان کرده بودیم که عقل تقاضا میکنه که قانون بغیر از قانون بشری باشه، زیرا قوانین بشری موافق با عقل بشر می باشه. عقل بشر ناقص و تمام مصالح یک فرد نمیتونه که برآورده بکنه، همیش در معرض تغییر و تبدیل می باشه. پس خالق ای جهان، آفریننده کون و مکان، عقل بیان میکنه و میگه که یک قانون باید داشته باشه که تغییر ناپذیر باشه نسبت به عموم بشریت و تمام مصالح و او چیزی که در زندگی دنیوی و اخروی بنده لازم می باشه او را در بر گرفته باشه، چی کلیات و چی جزئیات. و چون که قوانین اکثرا مختصر می باشه، احتیاج به شارح داره، احتیاج به مفسر و مبین داره، طوری که قانونهای وضع شده دست بشر احتیاج داره به ای که تشریح و تفسیر او صورت بگیره و هر کسی را یارا و توانی این نمی باشه که قانون بدانه. پس قانوندان میخواه که باشه تا ای که قانون تفسیر و تشریح بکنه. نسبت به قانون الهی هم قانوندانه که خداوند تبارک و تعالی او را تأیید کرده میبایست باشه و لازمه که این قانوندان در متن جامعه باشه تا ای که موافق با صلاح دید، موافق با حکمت ها و مصالح قانون پروردگار بیان بکنه. و او اشخاص نمی باشه مگر پیغمبرها که خداوند تبارک و تعالی آنها را به سوی انسانها می فرسته و به تربیه بلا واسطه پروردگار او تربیه شده، همیش با پروردگار در ارتباط می باشه. لذا رسول و پیغمبرها و انبیا عبارت از سفیران الهی از جنس بشر، ولیکن با خداوند تبارک و تعالی در ارتباط. خداوند تبارک و تعالی پیغمبرها را انتخاب میکنه که پیام او را، چیزی که به صلاح دنیا و آخرت بنده می باشه، برسانه از جانب خداوند تبارک و تعالی به بندگان. و این پیامبران یکی خصوصیت هایی که در ایشان می باشه و لازمه که باشه، به خاطری که گفته ایشان بهتر شنیده باشه و بیشتر قبول باشه. و دیگری تعامل و برخورد
اشخاص و افراد عامه جامعه می باشه با پیغمبرها که چگونه می بایست تعامل داشته باشه. یعنی ایمان به پیغمبرها چگونه می بایست باشه. در نزد اهل السنه و الجماعه، چی که در نزد همگی مسلمان ها، کسانی که کلمه گوی نبی الله علیه السلام می باشند، اعتقاد به پیغمبرها چنینه که هیچ زن را خداوند تبارک و تعالی به پیغمبری بر نگزیده. پیغمبر همیشه از جنس مرد بوده. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم. ما مرد فرستادیم، پس زن طایفه به مقام پیغمبری نمیرسه، زیرا پیغمبر همیشه میبایست در متن جامعه باشه. با خردوریز و کلان و کوچک امت از لحاظ مشکلات، مصالح و امور میبایست که قاطی باشه، خلط باشه. هرچه که طبیعت زنه در او ستره، پوشیدگی، عدم اختلاط با اجانب، و در صورتی که زن پیغمبر باشه، خب بی احترامی به یک پیغمبر و همچنین تعدی به یک پیغمبر، این خب سبب میشه از برای که کفر همو شخص ثابت بشه. و زنها از یک طرف دیگه همیشه تابعه می باشه، تابع از برای خود شوهر، تابع از برای کلان خانه. یعنی طبیعت استقلالی در زن نمی باشه، حالا که پیغمبر می بایست متبوع باشه و افراد دیگه دنبال رو باشن، تابع باشن. پیغمبر متبوع کسی از بشر نمی باشه، تابع افرادی که به پیغمبر ایمان میاره. لحاظا هیچ زن به عنوان پیغمبر معرفی نشده و فرستاده نشده. حضرت مریم قدیسه و صدیقه رضی الله عنها، مادر حضرت عیسی روح الله، ولیه بوده، ولی خدا. و اگر کسی هم بعد از نبی الله علیه السلام دعوای پیغمبری کرده از زنها به نام سجا، او دروغه و مدعی دروغین نبوته و آخر هم ازدواج میکنه ناسالم به همراه خود مسیلمه کذاب، در یک خیمه با هم دیگر جور در میان. این عاقبت دعوای پیغمبری از جانب یک زن میباشه. و اعتقاد دیگه که مسلمان ها دارند اینه که بعد از این که یک شخص به عنوان پیغمبر معرفی شد و فرستاده شد، انسلاخ و خلع لباس نبوت از او پیغمبر نمیشه. پیغمبر برای همیش پیغمبره. گاهی اوقات زلات و لغزش ها میتونه از یک پیغمبر بنابر خود همو طبیعت بشری او صادر بشه، لیکن چنین نیه که او تو جرم را معاذ الله مرتکب بشه که سبب بشه از برای خلع لباس نبوت از تن این شخص. پس پیغمبرها برای همیش پیغمبرن، اگرچه که وفات هم کرده باشن. اینطور نیه مثل ریاست جمهوری یا مثل پادشاهی یا مثل فلان که بعد از این که وقت و مده مشخص او خلاص شد یا پادشاه مرد، پادشاهی او خلاص بشه. نه، پیغمبری یک عزت و اباحتیه که خداوند تبارک و تعالی جاودانی به یک شخص میبخشه. و به همین ترتیب عدم انحصار در عدد معین. معتقدیم به این که پیغمبرها عدد مشخص ندارند، یعنی به پیش ما عدد زورا مشخص نیه، به نزد خداوند تبارک و تعالی عدد مشخص.
حتی در یک حدیث در مسند حضرت امام احمد حنبل رحمه الله آمده که 1,24,000 پیغمبر. اما احتیاط اینه که حصر نکنیم ما و شما، بلکه چنین بگیم که به تمام پیغمبرهایی که از جانب پروردگار مبعوث شده و فرستاده شده به خاطر هدایت بشر ما ایمان داریم. تعداد او والله اعلم، هرچی که خداوند تبارک و تعالی فرستاده باشه. اگر کسی هم میگه که به 1,24,000 پیغمبر ما ایمان دارم، همین لفظ زیاد بکنه که بیش یا کم. اگر بیشتر هم از این تعداد باشه پیغمبرها بازم به او ایمان دارم، اگر کمتر از این مقدار باشه بازم به او ایمان دارم. لیکن به خاطری که به اساس یک خبر واحد مقدار و تعداد افراد مشخص نمیشه از پیغمبرها، پس خوبه جنبه احتیاط همیه که بگه به هر چه پیغمبره که فرستاده ما ایمان دارم. نه تنها ما بلکه پیغمبرهای سابق به پیغمبرهایی که بعداً میاد. ابراهیم خلیل از حضرت آدم گرفته تا به خود حضرت عیسی روح الله مکلف بی که به نبی آخر الزمان علیه السلام ایمان داشته باشه. هر پیغمبر قبلی نسبت به پیغمبری که بعداً میاد، هر پیغمبری که بعداً میاد نسبت به پیغمبری که سابقاً گذشته. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. کل، همه، چی پیغمبر چی غیر پیغمبر به پیغمبرها ایمان داره، طوری که به خداوند تبارک و تعالی و به کتب او ایمان داره. پس پیغمبرهای سابقه هم به پیغمبرهای بعدی، پیغمبرهای بعدی نسبت به پیغمبر سابقه میبایست ایمان داشته باشه، اگرچه که شریعت او مخالف باشه با شریعت خود حضرات انبیاء دیگر. لیکن گپ به سر نفس نبوت و نبوت او باید میبایست ایمان داشته باشه. و ای که آیا فرق مراتب می باشه در ما بین پیغمبرها؟ عقل هم همین چیز تقاضا میکنه که مرتبه ها فرق بکنه. در یک خانواده ما و شما میبینیم اکثرا هم گفته میشه خردتر داریم و کلانتر داریم. من یک خانواده خرد و کلان داریم نه؟ که پدر مادر جایگاه خود داره در خانواده و فرزند کلان خانه در هنگام نبود پدر گویی که متولی امور خانه باشه. هر کس همون جایگاه خود خورد و مرتبه خود خورد. به اعتبار ذهانت اگر بگیریم، کسی که ذکی‌تر باشه، فهمیده‌تر باشه تا او کسی که غبی‌تر باشه، کسی که کاری‌تر باشه تا او کسی که کاری‌تر نباشه، یعنی فرق مراتب هست. بلکه در حکومت ها دیده میشه که فرق مراتب هست. در وزارت خانه ها فرق مراتبه، وزارت دفاع و وزارت امور داخله و وزارت فلان و فلان مرتبه از بعض وزارت های دیگه خیلی بالاتره. پس وزیری که به این مقام انتخاب میشه مرتبه بالاتره تا مرتبه وزرای دیگه. پس همونطوری که فرق مراتب در مابین وزیرها می باشه تا ای که سلسله منتهی میشه به صدر اعظم، به وزیر اکبر که از همگی وزیرها کلانتر و همگی وزیرها به زیر نظر او مجلس دایر میکنند و نظر او آخرین نظر می باشه، فیصله او آخرین فیصله می باشه. اگرچه که گفته های دیگه هم در طول مجلس شورای وزیران خود ذکر میشه، لیکن گفته او خاتمه، گفته او خاتم و مهر می باشه بر گفته های دیگه. حضرات انبیاء علیهم السلام همون کابینه خود نبوت می باشه که هر کدام به مقام خود
نبی، ولیکن در میان حضرات انبیا علیهم السلام یک فرق مرتبه عقل هیچ چیز تقاضا میکنه تا ای که منتهی بشه به صدر انبیا. انا سید ولد آدم ولا فخر. پیغمبر خدا علیه السلام که سلسله نبوت ها منتهی میشه به ایشان، سلسله انبیا منتهی میشه به ایشان، و قول اخیر و قول فیصل هم قول پیغمبر علیه السلام که اگرچه که شریعت های سابقه گذشته و احکام ادیان سابقه گذشته، ولیکن چیزی که پیغمبر خدا بفرماید همون مدار اعتبار می باشه. با این وجود فرق و تفضیل اجمالی داریم و تفضیل تفصیلی. تفضیل و فرق مرتبه اجمالی میبایست بو ایمان داشته باشه. اجمالاً بعضی انبیا بر بعضی دیگر فضیلت دارن. چرا؟ خدا فرموده تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعضی از این پیغمبرها را ما بر بعضی دیگر فضیلت دادیم. این اجمالاً. اما این که کدام پیغمبر بر کدام پیغمبر دیگه فضیلت داره به ترکیب و به تفصیل که اول مرتبه ای، دوم مرتبه ای، سوم مرتبه ای پیغمبر، چهارم مرتبه ای، اینطور انجام داده نمیشه. پس فرق مراتب تفصیلی قطعی نیه که علی سبیل القطع والیقین گفته باشه که در مرتبه دوم از نبی الله علیه السلام کدام پیغمبر، در مرتبه سوم کدام پیغمبر می باشه. هیچ چیز نه. ها به اساس اخبار که انا سید ولد آدم، به ای که منتهی میشه شفاعت در آخرت به پیغمبر خدا علیه السلام و شفیع عام و خاص قرار میگیره نبی الله علیه السلام، مقام شفاعت کبرا به ایشان داده میشه. اما معلوم میشه که برترین پیغمبر و صدر اعظم پیغمبرها میباشه نبی الله علیه السلام محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب علیه السلام. و همونطوری که بیشتر بیان کردیم از آدم تا خاتم میبایست ایمان داشته باشیم به حضرات انبیا. کسی که منکر نبوت حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام باشه او کافر. کسی که پیغمبر دیگر قبول نکنه، یک پیغمبر قبول کنه پیغمبر دیگر قبول نکنه، این هم کفره. لا نفرق بین احد من رسله. ما در میان پیغمبرها تفرقه نمیاریم به این معنا که یکی را قبول بکنیم یکی دیگر قبول نکنیم. طوری که نصرانی ها، طوری که یهودی ها چنین کردن. یهودی ها میگن حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه السلام و هر پیغمبر دیگه که پیشتر بوده از بنی اسرائیل او را ما قبول داریم، اما عیسی روح الله را قبول نداریم. خود در صورت کشتن و شهید کردن حضرت عیسی روح الله بودن. و حضرت محمد مصطفی علیه السلام خود بالکل قبول ندارن. نه امت او را قبول دارند و نه نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. این تفرقه شد. پس به یک پیغمبر، به همه پیغمبرها ایمان داشتن، به یک پیغمبر ایمان نداشتن کفر. یک کای دیگه همگی حبطه میشه. نصرانی ها به حضرت موسی ایمان دارند، به حضرت عیسی ایمان دارند، ولیکن به محمد مصطفی علیه السلام ایمان ندارند، بازم کفر. چرا؟ به خاطری که در این تکذیب قرآن عظیم و شان لازم میشه. کسی که یک حرف و یک کلمه از قرآن عظیم و شان تکذیب بکنه و کافر. ای که خداوند تبارک و تعالی میفرماید موسی کلیم الله پیغمبر، عیسی روح الله پیغمبر، محمد مصطفی علیه السلام محمد رسول الله، محمد فرستاده خدا و ما محمد الا رسول، او پیغمبر. وقتی که پیغمبری محمد مصطفی علیه السلام قبول نداشته باشه بازم کس این کفر می باشه. و علاوه بر این چیز که بیان شد،
لازم به ذکریه که پیغمبرها خصوصیاتی را دارن که در هیچ نوع بشر دیگه او خصوصیت ها نمی باشه و میبایست هم باشه این خصوصیت ها. یعنی این خصوصیت ها لازمه هر پیغمبره. یکی قدرت، نیروی خاص به پیغمبرها. دوم عصمت، معصوم بودن پیغمبرها. این لازمه پیغمبر، چنانچه که قدرت خاص لازمه پیغمبر و علم خاص، علم مخصوص که در هیچ کس دیگه بغیر از پیغمبر سراغ شده نمیده. عقل همین را تقاضا میکنه. یک کشوری که یک سفیر میفرسته، رئیس جمهور یا سلطان که سفیر میفرسته به یک کشور دیگه از طرف خود، حتما باید به دست این سفیر یک چیز خوبه داده که به او استوارنامه گفته میشه یا تصدیقنامه گفته میشه که همین نفر سفیر افغانستان به فلان کشور. پس هرگاه که سفیر میفرسته یک شاهد حتما بکاره، یک تصدیقنامه حتما بکار میباشه. بلکه همین دکتر هنگامی که تابلو میزنه که دکتر فلانی، خب یه منه که یعنی ادعا میکنه که من دکترم، بیاید به پیش ما به خاطر معالجه خود. وزارت صحت عامه اگر بگیریم، مردمی که باز لازمه که حتما جستجوی نسبت به امور داشته باشن، از او یک سند میخواد، سند فراغت تو که تو در چی بخش فارغ شدی، سند تو تقلبی نباشه، سند تو موافق با ادعای تو باشه که MBBS میگی یا فلان میگی یا فلان، همین سند داری یا نه؟ پس هر کس که یک دعوای میکنه باید یک سند و تصدیقنامه داشته باشه. نبوت و پیغمبری این اعلاترین مرتبه که به بشر داده میشه. از او دیگه مرتبه بالاتر نداریم ما در بشریت. انسانه لیکن به اوج قله عزت این شخص میشینه که او میباشه پیغمبری، نبوت. هر کس دل میخواه، ای هم ادعا میکنه که ما پیغمبر، او هم ادعا میکنه که ما پیغمبر. هر کس تقاضا میکنه که به اوج قله عزت بشینه. پس دروغگوی هم پیدا میشه، بی که ادعای نبوت بکنه، مردم به سوی خود جلب بکنه و به اسم نبوت، به اسم یه چیز از او اخذی و بعض امور دیگه بکنه و تابعین داشته باشه. لازم یک فارق قومی. پس دو چیز شد. یکی که چون همی پیغمبری با یکی یک موهبه از جانب خدا، کسبی نیه، موهبه، وهبه، عطیه، هدیه از جانب پروردگار. همین هدیه که پروردگار به او کرده خب باید بازگو بکنه که من پیغمبر خدا می باشم. باید همین چیز خوب بگم تا ای که مردم مشکلات خود به او بگن، سبب هدایت و سبب راهنمایی مردم در امور دینی و دنیوی باشه. همین ادعا را که میکنه خب مردم مطلقاً از اون نمیپذیرند، خب یک دلیل هم باید داشته باشه. دیگه ای که به خاطری که جلو راه خود دروغگویان گرفته باشه، هر کس دعوای دروغی نکنه. پس لازمه که یک امر خاصه و لازمه با پیغمبر باشه. او همین قوت مخصوصه، همین قدرت مخصوصه که از این قوت و قدرت مخصوص تعبیر میشه به معجزه. معجزه لازم هر پیغمبر، یعنی خیلی عاجز کننده که هیچ کس را توان مقابله با او نمی باشه. و هنگامی که این معجزه ظاهر بشه از پیغمبر، از هر پیغمبر علیهم السلام، خداوند خود به خود به طور بدیهی، یعنی خود به خود ناخواسته در قلب یک نفر مندازه تصدیق همین شخص را در همین ادعا که ای رسول الله باشه. به دیگه استدلال و دیگه چیز احتیاج نیست.
پس چرا بعض کافر میشن؟ اکثر چرا کافر میشن؟ او عنادانه. حتی ابو جهل قبول داره، با هم دیگر گفتگو میکنه با ابو سفیان که نبوت از اینا رو میفهمیم، دروغ نمیگه، محمد امین صادق که دروغ میگه، لیکن همین انانیت و تمرد، عناد، این سبب میشه از برای که خود باز بکشه. حیی ابن اخطب و ابو یاسر با هم دیگر دو برادر، بعد از اینکه پیغمبر خدا علیه السلام به مدینه منوره میرن، هر کدام میره، اینا رئیس یهودی های، هر کدام از اینا میرن با پیغمبر گفتگو میکنن، با هم دیگر که میشن به یک اتاقه، حضرت صفیه دختر حیی ابن اخطب که بعدا زوجه مبارک پیغمبر خدا علیه السلام میشه، میگه من همی کاکام خیلی دوست داشت، هم که میامد مر به بغل میکشید و مر خیلی نوازش میداد. این دفعه که آمد خیلی تو قرجن بود، خیلی تو دق بود، بالکل مر تحویل نگرفت. یه دو طرفتن به خانه، به داخل یک اتاق وانگرد گفتگو کردن، من میشنیدم که اهو آیا یه مو پیغمبر آخر زمانه؟ پیغمبر آخر زمانه. ابو یاسر او را نصیحت میکنه که پس بریم مردم دعوت بدیم، مردم بگیم که همین یهودی ها را که پیغمبر آخر زمانه. حیی ابن اخطب چی میگه؟ تا زنده هم ما قبول نمیکنم. یعنی همگی میشناسن، همگی میفهمن، ولی که که قبول نمیکنه، قبولاندن او خو یک عطیه خداوندی است که به کسی میقبولانه، کسی را که باز گمراه بکنه به او نمیقبولانه، او با دنبال بهانه میگرده. لحاظا بعد از این که یک معجزه داده میشه به پیغمبر و اظهار میشه او معجزه، علم بدیهی میاد، یقین در قلب این نفر میفتکه، یکی قبول میکنه، یکی باز عناد میکنه و قبول نمیکنه. که این معجزه گاهی اوقات به خاطر عزت پیغمبر، بیان شرافت پیغمبر، گاهی اوقات به خاطر ای که خصم مغلوب بکنه، طرف مقابل مغلوب بکنه، به خاطر ای که یک نصرت از برای یاران پیغمبر باشه، از برای متبعین پیغمبر باشه، ظهور پیدا میکنه. به طور کلی معجزه در لغت گفتیم معنی یک چیزی که اعجاز بیاره، عاجز بکنه، ناتوان بکنه یک نفر از مقابله با اون، هیچ کس توان مقابله با اون نداره. لیکن در اصطلاح چند قید داره که مجموعاً تعریف اصطلاحی معجزه. یک، معجزه امر خارق عادت. خارق عادت کی؟ خارق عادت خداوندی. یعنی عادت خداوندی همیه که دریا غرق کنه، آتش بسوزانه. اکثرا عادت هم که میبینیم نه، ولی که نسبت به موسی کلیم الله دریا غرق نمیکنه، نسبت به ابراهیم خلیل الله آتش نمیسوزانه. عادت همیه که از بین پنجه ها آب بیرون نمیشه، ولی که از بین پنجه های مبارک پیغمبر خدا علیه السلام آب بیرون میشه، چشمه ها مثل چشمه آب بیرون میشه. پس یک امری که برخلاف عادت مستمره خداوند تبارک و تعالی به وسیله مدعی صادق نبوت که در دعوای خود صادق باشه از جانب خداوند تبارک و تعالی ظاهر میشه. خدا ظاهر میکنه، پیغمبر ظاهر نمیکنه. پیغمبر وسیله به دست پیغمبر ظاهر میشه. پس به این خاطر حضرات علما میفرمایند که معجزه به اختیار پیغمبر نیست. هرگاهی که خدا بخواه مصلحت ببینه، خداوند تبارک و تعالی حکمت او تقاضا بکنه، همون وقت معجزه را به دست مدعی صادق، دعوا کننده راستگو در امر رسالت ظاهر میکنه. و این امر خارق العاده موافق با تقاضای همین مدعی یا کسی که طلب کرده. گاهی اوقات دشمن طلب میکنه، طرف مقابل طلب میکنه که اگر بگی ای پیغمبر که همین درخت بیایه، درخت اونجا، درخت بیایه اینجا، با ریشه خود، من قبول میکنم همین دعوت شما، پیغمبری شما. یا ای که موافق با تقاضای خود پیغمبر، یعنی مدعی صادق، او یک چیز تقاضا بکنه موافق با تقاضای او اصحاب مبارک میطلبند که آب نداریم ما، همین چایی که در خود حدیبیه می باشه خشکه، اگر با ما آب بیه
پیغمبر خدا علیه السلام یا از لعاب دهان مبارک خود یا تیر مندازه به داخل خود ایچا، آب فواره میزنه. اون کسو غیر بعید، یک کمک صبر بکنید، یک دفعه آب فواره میزنه. خب به طبق تقاضای اصحاب، به طبق تقاضای پیغمبر خدا علیه السلام، یک امر خارق عاده به دست پیغمبر از جانب خداوند تبارک و تعالی صادر میشه و هیچ کسی را توان مقابله با او نمیباشه. این چند قید شد که مجموعه قیود نباشه تعریف خود معجزه. این که عادی باشه که هر کس که ادعای میکنه، یک نفر ادعا میکنه که من پیغمبرم، چرا؟ من ور میخزم میشنم و هر کس ور میخزم میشنم، من راه میرم. نه، خارق عادت باشه و مدعی صادق، زیرا مدعی کاذب هم گاهی اوقات یک ادعای میکنه. مثلا دجال ادعای خداییت میکنه، حال همین کس منافی با خداییت و او را دروغگو میکنه. یا ای که تقاضای که میکنه، این هم میگه من به شما آب میدم. همین خود مسیلمه کذاب توپ خود که میندازه داخل چاه، همون آب هم که بود تمیره. این به خلاف کی شد؟ تقاضای او شد. یا دجال کسی که میاد به پیش او که همین چشمم کور شفا بده، دست خود که میگذاره بالی چشم کور، چشم دیگه که بینای او هم کور میشه. این به خلاف کی شد؟ این را اهانت گفته میشه. در صورتی که از مدعی دروغین نبوت بیا یک امر برخلاف تقاضای او صادر بشه، این اهانته، این رسوا کردن همون نفر میباشه و کسی را توان مقابله با او نباشه. هم میبینیم دیگه با هیچ معجزه پیغمبر کسی مقابله نتونسته بکنه. اگر در مقابل موسی کلیم الله، اگر در مقابل عیسی روح الله، اگر در مقابل نبی الله علیه السلام، هیچ کس مقابله کرده نتونست. با این وجود معجزه ها به دو قسمه باشه. یکی معجزه های مادی که ظاهره و در ضمن مادیات موجود میشه. یکی معجزه های معنوی، نسخه هدایت بشریت و هم امت میباشه که به اساس او زندگی خود منظم و مرتب میکنه. معجزه های مادی به هر پیغمبر است. به نبی الله علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نزدیک به 4000 معجزه مادی هست که در الخصائص الصغرا و الخصائص الکبرا، دلائل النبوه، در این کتاب ها همگی مذکور میباشه. و هرچی که معجزه معنویه، همون صحیفه یا همون کتابه که خداوند تبارک و تعالی به برخی از پیغمبرها میده که از این جمله پیغمبرها باز بعضی را گفته میشه اولوالعزم، خیلی مقام رفیع داره. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. به طور کلی می 5 نفر از انبیا حضرات گفته میشه که ایشان میباشه پیغمبران اولوالعزم. بعض حضرت آدم داخل دارن در پیغمبران اولوالعزم، بعضی باز ندارن. خب به هر کدوم از این 5 پیغمبر که صحیح بکنیم صحیفه، کتاب داده شده. اما با بعض دیگه هم کتاب داده شده، مثل حضرت داود علی نبینا و علیه السلام، یا به حضرت شیس علیه السلام، به حضرت بزرگان صحیفه داده شده، به حضرت آدم صحیفه داده شده. یعنی لازم نیه که به هر کس صحیفه یا کتاب داده شد او باشه اولوالعزم. به بعضی از این پیغمبرها که صحیفه و کتاب داده شده او اولوالعزمه. پس میتونیم که بگیم مرتبه این 5 پیغمبر علیهم السلام از مرتبه حضرات انبیاء دیگه علیهم السلام برتر و بالاتر. همون فرق مراتبی که پیشتر بیان کردیم. لحاظ معجزه های معنوی همین کتاب های، همین صحیفه های و برترین معجزه میباشه قرآن عظیم و شان، تا جایی که پیغمبر خدا علیه السلام معجزه های دیگر بالکل صرف نظر میکنه و میفرماید که به ما داده نشده مگر کتاب.
معجزه های دیگه هم خیلی هست، زیرا معجزه های مادی به گذشت زمان از بین میره. معجزه معنوی جاودانیه، خصوصا قرآن عظیم الشان. فرقی که در میان معجزه با کرامت، در میان معجزه با ارهاس، در میان معجزه با سحر، در میان معجزه با اهانت، در میان معجزه با استدراج می باشه، او را بلکه انشاءالله در درس بعدی باز بیان بکنیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. در توجیه این آیه کریمه علمای کرام چی میفرمایند؟ از چی لحاظ؟ که اگر به اعتبار ید بگیریم که یداه مبسوطتان، بس گاهی اوقاتی تو در لغت عرب گفته میشه که یده مبسوطتان، دست تو خیلی درازه. یعنی چی؟ یعنی دهنده، معنی لازمی او خیلی دهنده این نفر. یده طولا، دست او باز دراز می باشه، یده مبسوطه باز می باشه، یعنی به هر کس چیزی میده. و خود یهودی ها اونا مجسمه هستند، یعنی قائلن به که خداوند تبارک تعالی جسمه. لحاظا به طبق ارخاء العنانی گفته میشه که شما میگید ید الله مغلوله، او از ما قرض میخواه، پس خدا فقیر معاذ الله و فلان، او نمیده به کسی چیزی. خداوند تبارک تعالی رد میکنه گفته از اونا، اگر مقصود از سوال می چیز باشه. در مورد مدد خواستن که یا علی مدد یا حسین ادرکنی و فلان، چه کنید باز دو دلیل هم گفته که بعضی از اشخاص گفتن این صحیحه، مثل که به برادر خود کسی بگه کمک بکن، به مادر خود بگه به ما کمک بکن، به رفیق خود بگه کمک بکن. کمک تا کمک، یکی خود وسیله خواستن یا کمک خواستن در اموره که به وسیله اسباب، او را ما تحت الاسباب میگم، در این امور از کسی کمک خواستن خواست دیگه صحیح. یکی ما فوق الاسباب، که بیایم بگیم ای فلان به ما بچه بده، ای فلان به ما رزق بده، ای فلان به ما چنین و چنان بکن، این حرام. زنی که در یک فیلم بازی کرده اسب امورات هست، حرف جار و فلان، اگر توبه کند گناهان بخشیده می شود؟ بله، گناه بخشیده میشه. و در این حال خیلی کسا، همین آوازخوان معروف پاکستانی بود که نایب جمشید میگفتن، چی میگفتن؟ که توبه کرد، بعدا رفت به جماعت تبلیغ، بعدا باز شهید شد، تیاره که سقوط کرد. یعنی بخشش گناه همیش میشه. و توبه معروضتون، پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید توبه تا وقتی که بمیری دروازه رو به تو باز نمیشه. این رحمت خداوند تبارک تعالی. نهایتا او فیلم هم که از او پخش شده، همین نفر باز میتونه بگه که دوباره حق پخش کردن همین فیلم من نداره، این باز حق خود او میباشه. حکم غذا خوردن در تالار همراه موسیقی چیست؟ خود موسیقی به ذات خود حرام، غیر مشروع. و کسی که میدانه که در تالار موسیقی باید از اول شرکت نکنه. این مختص به عالم نیه که عالم شرکت نکنه و مردم دیگه شرکت بکنه، نه، هر کس که مسلمانه باید شرکت نکنه. ولیکن اگر کسی رفت بیمانه که او غذا حرام باشه، نه، غذا حرام نیه، این شخص هم گناهکار میشه. فرق بین ثبوت و وجود چیست؟ هر دو از افعال عامه اگر بگیریم، کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. و یکی باز این مرتبه خود بین المراتب که معتزلی ها قائله که ثبوت مرتبه برزخیه و وجود مرتبه خود خارجیه. غیر معتزلی ها قائلن به این چیز، لیکن در نزد اهل سنت والجماعت ثبوت و وجود هر دو یک مرتبه هست. آیا وحی با الهام فرق دارد؟ میاد انشالله. بله، الهام به غیر پیغمبر هم میشه. حضرت مادر حضرت موسی کلیم الله و اوحینا الیها، یا ای که به نحل به زنبور هم الهام میشه. و وحی فقط به حضرات انبیاء علیهم السلام وحی اصطلاحی که بگیم، گاهی اوقات از الهام به ایحاء تعبیر میشه. و اوحینا ایحاء. اهل کتاب کافر هستن. چرا نکاح کردن زن کتابی جایز است؟ چون خدا فرموده. کافر هستن و لیکن با امی کتابیه یک تنها،
یهودیه باشه یا که نصرانیه باشه، نکاح کردن صحیحه. باز فرق داره با هم دیگر. یکی کتابیه کی است؟ کتابیه اهل حرب مکروه تحریمیه نکاح با، یکی کتابیه ذمیه که مکروه تنزیهی نکاح با. لیکن در هر صورت سبب میشه از برای که آینده خوب به اولاد نباشه، خصوصا وقتی که به بلاد غربی باشه. این بچه دیگه لجام گسیخته یا نصرانی میشه یا مجوسی میشه، یک چیز از او در میاد دیگه. آرزو کردن که کاش که ابوجهل و یا کافر دیگر مسلمان میشد جایز است. خب تا هنگامی که نفر وفات نکرده نمرده، دعا کردن به حق او، خدای هدایت کن و خدای مسلمان بکن. خب بعد از این که کافر مرد، اونجا دیگه باز لعنت الله علیه میشه. او کاشکه هم فایده نداره، یعنی کاشکه به دردم نمیخوره. دعا کردن در حق او پیش از مردن صحیح، بعد از مردن نه کاشکه و نه دعا. آیا عمر انسان به حسب عمل زیاد و کم می شود؟ این مسئله قضا و قدر پیشتر در این موضوع بحث مفصل صورت گرفته که تقدیر خداوندی به همین رفته در ازل که چون همین نفر همین کار خوب در لایزال یعنی در مابعد میکنه، پس عمر او قدر نوشته میشه در ازل. اینطور نه که عمر او 40 سال نوشته باشه، لیکن چون به حق از دعای خیر میشه یا ای که کار خوب میکنه یا ای که صله رحم میکنه، پس بیا تغییر بخوره از 40 به 50. نه در اون ازل اون چیز نوشته شده. آیا بعد از پیامبران معجزه و کرامت برای امت است؟ معجزه نیست، کرامت است. انشالله بعداً باز بر هفته بعدی انشالله بیان میشه. آیا پیامبران اول العزم که 5 چرا 4 کتاب آسمانی میباشند؟ گاهی اوقات بعض پیغمبرها تابع بعض دیگه به اعتبار کتاب، هرچه که همین پیغمبرهایی که بازگو کردیم صحیفه ها بزرگ داده شده، به حضرت آدم صحیفه داده شده، به حضرت ابراهیم صحیفه داده شده. بعضی میگویند که فلان کار را اول به خدا و دوم به تو سپردم. این گفته چطور است؟ این گفته امام بخاری رحمه الله مستقل باب در این مورد داره که صحیح است. اگر تمام کائنات از نور آن حضرت صلی الله علیه وسلم هست و حتی بهشت و دوزخ هم، یک توضیح مختصر میخواستم. همگی عالم به طفیل پیغمبر خدا علیه السلام، چنانچه که او طرفتر اگر بریم ساده تر، همین تمام کائنات به خاطر انسان خلق شده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو دانی به دست داری و به غفلت نخوری. یه همه باز به خاطر انسان، اگر حیوان به خاطر انسانه، اگر نباتات به خاطر انسانه و وقتی که به خاطر انسان چیزهای هست، همگی باز به طفیل نبی الله علیه السلام. در مورد این حدیث مبارک که در مسائل دنیا من از شما عالم تر نیستم، آیا کسر شأن نمی باشد؟ انتم اعلم به امور دنیاکم پیغمبر خدا علیه السلام فرموده؟ نه، چون پیغمبر خدا علیه السلام یا هر پیغمبر دیگه مقصود کلی و مقصود اصلی و راه سعادت نشان دادنه. سعادت حقیقی سعادت اخرویه، و لیکن در این حال در برخی مسائل دنیوی هم مشوره چیز میکنن، مشوره میدن، و این که خطای پیش باشه این منافی با مقام نبوت ایشان نمیباشه. آیا اعتقاد ما در مورد کتب و صحائف منزله همین 4 کتاب و 100 صحیفه است یا در این مورد هم عدد معین نیست؟ نسبت به 4 کتاب خب بالکل ثابت، چرا؟ بخاطر که در قرآن عظیم و شان هست. صحف هم صحفی که به حضرت ابراهیم داده شده معلوم نیه تعداد او، صحفی که به حضرت موسی داده شده او هم تعداد از معلوم نیه، ولیکن در برخی از احادیث ذکر شده. پس اینطور کلی نسبت به صحف که چند تا به این پیغمبر چند تا به این پیغمبر، اینطور علم یقینی نمیتونیم داشته باشیم. خبر واحد هست، در اون مورد میتونیم که از اون خبر واحد استفاده کنیم. چرا حضرت عیسی علیه السلام را مسیح ابن مریم میگویند؟ مسیح وجوهات مختلف داره، خاطری که از خود مسح یمسح وجه الارض، حضرت عیسی روح الله خیلی گشت کردن بروی زمین به خاطر تبلیغ دین. مسیح بالبرکه که جناب حضرت جبرئیل ایشان به یعنی وسیله بالهای خود احاطه کردن از شر شیطان.
و یا ای که مسیح چون کمی کف پای مبارک حضرت عیسی روح الله اینطور انحنایی که بقیه کف پاها داره او انحنا را نداشت، همگی کف پا میچسبید به زمین، به خاطر مسیح گفته میشه. و دجال ملعون، مسیح دجال، او مسیح معنی البرکت، یعنی برکت از او رخت بسته. و یا ای که او هم گردش میکنه به خاطر که فساد در روی زمین بیاره. او کسایی که کف دست یعنی فالبینی و فلان میکنن همه کاهنه. بله، شیخ بزو اطلاق کردن نمیتونه، شیخ از خود صفات داره. درس عقیده را که به شکل یک کتاب جمع‌آوری کردید کی خلاص میشود؟ اون وقت خلاص شده، همگی به جناب استاد منصوری و جناب انجینر فقیری و دکتر صاحبا برمیگرده که کی مالسب اقدام بکنن به چاپ بزن. کسانی هستند که میگن دنیا یک طبیعت است، دلیل عقلی و نقلی بر اینها. پیشتر بیان کردیم که طبیعیین قائلن به که خود طبیعت خدا میباشه یا فلان. خب همون دلایل زونا هم بیان کردیم، رد دلایل زونا هم گفتیم. به گنجینه باز میتونید که بپالید دیگه، درس چندم بوده، سوم چهارم است. دوختن دامنها نسبت به یخندوزی و فلان امروزه در حد اسراف حرام، اگرچه که در مورد مال خود باشه اسراف حرامه. و بازی که مشابهت با زنها بیاید او خب باز بالکل از جهت تشبیه به زن او دیگه وجه حرمت. رسولان 313 تا هستند. رسولان گفتم که کسی است که کتاب منقول مستقل داشته باشد چگونه میشود. این تعریف هایی که صورت گرفته که فرق در مابین رسول و در مابین نبی و این ترتیب خود رسول تعریف روی چیز باشه، این فرق ها مدار اعتبار نمیباشه. همون چیزی که پیشتر گفتیم، سفیران الهی به خاطر هدایت بشریت. بس بعض نامهای مبارکشان ذکر شده، بعض نامهای مبارکشان در قرآن عظیم‌الشان ذکر نشده، لیکن به همگی ایمان دارم. و این که بالکل بگم 313 نفر لازم نیست که به هر کدام کتاب مستقل باشه. همون کتاب حضرت موسی کلیم الله را تبلیغ و ارشاد میکنه در نوبه خود، پس گویایی که این کتاب از او باشه و همگی در حقیقت متبع جناب حضرت موسی کلیم الله. آنها در صورت تنگ بودن وقت 4 رکعت سنت شما را بعد از فرض میشه، وقت نیه، یعنی اذان دوم با خطبه داده شده میشه. منبع و عاید درآمد کافی شاپ و یا قلیون سرا حرام است یا غیر؟ قصه بکنیم که بو کافی شاپ چیکار میشه، بو قلیون سرا چیکار میشه، ما ندیدیم تا حال. پس این حکم هم کرده نمیتونیم اگر کارهای فسق و فجور و معصیت و چیزا باشه. خب میبایست که یک قانون اسلامی، قانون انسانی داشته باشن همین کافی شاپ ها و همچنین یا قلیون سرا ها که این کار نمیشه، این کار اجازه نیه، این کار اجازه نیه، این کار اجازه نیه. در این صورت این در جرم دخیل نیه. به اعتبار سیگار میگه همون دیگه. در مورد سیگار مذهب حنفی همینه که مکروه تنزیهیه، خود سیگرت مکروه تنزیهیه. اما ای که با او قلیون با چیز کشیده میشه، چرسه یا بنگ یا دیگه، او باز جدا مسئله. آره، به اعتبار سیگار اگر بگیرید. در مکانی که رقص و موسیقی برگزار میگردد حکم نجاست و حکمی را میگیرد یا خیر؟ نمیگیرد، لیکن برکت از اونجا برداشته میشه و در حکم نماز خواندن و قرآن خواندن در آنجا چیست؟ یکی اینه که در ابتدای محفل قرآن شریف بخوانی که میفهمه که به اینجا رقص و رقصی میشه. حضور پیشتر بیان کردیم که در این مجلس حرام ناروا